رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعایشی بود و الله قبول کرده. گفت اللهم لا تجعل قبری وثنا، خدای قبر مرا مثل بتواره نسازی. خدای قبر مرا بتواره نسازی. و باز در آخرین مرحله حیاتش گفت که برای امت خود توصیه داشت که لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت الله سر یهود و نصارا. چرا؟ قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه قرار دادن. پیش قبر پیغمبر سجده میکردن، پیش قبر پیغمبر ایدگاه جور کرده بودن، سر قبر پیغمبر محفل میگفتن، سر قبر پیغمبر قالین نوار کرده بودن، در چهار اطراف قبر پیغمبر طواف میکردن. گفت لعنت خدا سر از اینا نازل شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وظیفه خود انجام داده. کل صحابه گفتن که نشهدو، ما شهادت میتیم که انک ادیت الامانه یا رسول الله، تو امانت ادا کردی و بلغت الرساله و نصحت الامه، نصیحت کردی امتت. و ما هم شهادت میدیم والله واقعا که قرآن بخوانی و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخوانی، واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امانت ادا کرده، رسالت بیان کرده و تمام چیز مانده، از طهارت تا خلافت کل چیز بیان کرده، هیچ چیز از پیشش نمانده. از این خاطر آیت قرآن نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین بر شما تکمیل کردم.